عروسک نو آورده خانده، نو آورده مقصد چقدر دوستش می‌داری. بچه‌هایی که روز اول زن گرفتن چه خیلی است، یک محبت های یک عجیب یا که دیگه ای پیشش دور نمیره. همین شهرم که رفتی تیز بگشته بو میبیای. مقصد همین خیلی از قوه داره که انسان به خودش جلب میکنه. مقصد محبت داری. ولی پیشش ندر آمده که آتا و چت فیراد میکنه. بچه همی جویو این قخته بالای زنک دنه پرتو. ولی نصیحت های کلانترای ما در همین عروسیش بزن بچه همین خیلی است. خود ما نمید هممون بین یک دیگر صحبت بزن بچه. من دیگر جاها را بها نمیتونم، من خود اون چیزی که در بین خودمان میبینم. بچه‌ام بزن. عروسا در عروسیش گفتن بزن علاوه چشمش بگی نه او چشمانه نه آتش مانه نه اولادش مانه او سیاست شنان که عاقبت بچه‌ام خار میشه. اما ببین خلاف گفته ای خدا، خلاف گفته ای رسول. اینجا در جوانی عزیز وقتی پدر مادر همین نصیحت در شما کردن، حبیب خدا میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی اینا خلاف گفته ای خدا و رسول گپ زدن، بگو پدر مادر من تو را از جان من دوست میدارم، از زن من دیده دوست میدارم، لیکن این نصیحت نادرستی تو را قبول ندارم. پدر عزیز، مادر عزیز، تو مرا یک بار برای محبت زنک تربیت کن. آخه تو خودت قطعا پدرم 60 سال فقط زنازن کردین، دشتان کردین، اما چیزی نآموختیم. حیات ما را میخوای مثل حیات خودت کنی. برادر عزیز و گرامی، آخر این حیات ما واری حیات شیرین باید نباشد. همه رسم و همه سنت های رسول ما را دنیای غرب گرفته است. ما در فقط و فقط همون اخلاقی پسترین و سخنهای نادرست در بین ما گذاشتن. ما همین روزی در روز ببین کدامی تو در یک هفته جنگ نداری، حتمی در یک هفته جنگ داری، دشتام داری، قهری داری، زنازن داری. برای چی؟ سببش در چی است؟ زیرا که ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را در بالا که تا که دروازه ما شعار نکردیم. ما را خدا گفت که این حیات پیغمبر، زندگی پیغمبر، یک کتابچه که امروز خدا را شکر فروخته می شود، یک تکش خودت بخوانه، یک تکش زنت بخوانه. شما زندگی نامه پیغمبری خدا را برای خود دستور حیاتتون قرار دهیم. کنی بینید در حیات شما چه شیرینی ها، چه خوشبختی ها پیدا می شود. این است دادری عزیز. چی بود است که من زن ما از خانه پیش کردم، زن ما زدم، زن ما دشنام زدم. این اجازت نیست دادری عزیز، این حقارت ممکن نیست. برای من خواهر عزیز شما با طاقت باشین، پرصبر باشین، انشاءالله پروردگار همراه شما هست. و جوانی که به این عمل زیست چنگ زده ای، خدا به سوی خدا توبه کن. اگر توانی هر شرایطی که برای تو امکانیت میدهد دست میدهد، این زن همراه فرزند خود جمع کن، اونها را تربیه کن، اونها را خدا ترس کن. فرزندها تا بد اخلاق و فرزندها تا در راههای نادرست نگذار که آینده از پشت این فرزندان